مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 27 فوریه سال 2024 از آشکار شدن باز یک حالت دست به دزدی زدن نابالغ خبر داد. بنا به اطلاع رسمی به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوع فردوسی با عریضه جوان 23 ساله ساکن نوع مذکور مراجعت نموده است که 24 فوریه سال 2024 تقریبا ساعت 11:00 دقیقه شخصان نامعلوم با روی پنهانی وارد منزل استقامتی شده. از آنجا یک عدد تلفن موبیلی آیفون 15 و یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسول شده 18,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. گفته می شود در نتیجه گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور نابالغ 17 ساله ساکن شهر ایسار صادر نموده است. تفصیلات دیگر حادثه و چگونه به خانه ساکن نوع فردوسی در آمدن دزد معلوم نیست. وزارت کارهای داخلی گفت از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. دزدی جنایت اعظم رایج در تاجیکستان به شمار رفته. از 21319 جنایت سال 2023 در این جمهوری ثبت شده، 4241 جنایتش یعنی هر جنایت پنجم دزدی بوده است. ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان همچون جزا برای دزدی وابسته به حالتهای چنین جنایت و عاقبت‌هایش از 2 تا 12 سال زندان را پیش بینی می‌کند، ولی برای نابالغان جزای جنایت‌های صادر کردهشان در مقایسه با جنایتکاران کلانسال نسبتاً سبکتر است.